اینجا که میبینید 3 تا خط تولید SMT هست که میام دونه دونه توضیح میدم بهتون. اولین دستگاهی که اینجا میبینید دستگاهی هست که برد اولیه، بردی که هنوز روش هیچ قطعه‌ای سوار نشده، میاد توی این دستگاه روی پایه های قطعات قرار میگیره و میره به این شکل در میاد. یعنی ورودی اینه، خروجی این دستگاه میشه این، قلندود شده. بردی که اینجا قلندود شده میاد توی این دستگاه پیک اند پلیس و قطعات SMT کوچیک، قطعات کوچیک ابتدا روی برد قرار میگیره و میشه این. دقیقا اینجا نشون بدید قطعات کوچیک روش قرار گرفته. این دستگاه که میبینید همون دستگاه پیک اند پلیس، فقط برای قطعات بزرگتر. الان یه تیوبش تموم شده، دارن جایگذاری میکنن تیوب جدید که قطعه جدید روش قرار بدن. میبینید که ورودیش اینه، بردهایی که قطعه ریز روش خورده، خروجیش میاد این میشه، کامل برد روش قطعه سوار شده. اینجا که میبینید نمیشه برد زیاد تکون داد چون هنوز تو بخش کوره نرفته. بخش ولدینگ یا کوره میاد چیکار میکنه؟ این قطعه ها که روی برد سوار شده رو توی بخش بسیار گرمیه که توی کوره میاد لحیمکاری ها انجام میده، یعنی پروسه لحیمکاری ها نهایی میکنه. میایم اینجا میبینیم کوره طویلی است، تا اینجا گرم میکنه و از نصفه به بعد یواش یواش بخش خنکسازی کوره انجام میشه که اون دودکش هم که میبینید اون گرما و اون برودتی که توی کوره ایجاد شده را به خارج انتقال میده. خب میبینیم برد ما از کوره خارج شده، قطعات زیادی SMD روش سوار شده و کارش تموم شده. بعضی از قطعات با مشکل مواجه شده که اینجا علامت گذاری میشه. حالا میریم تو بخش بعدی چه شکلی این مشکلات پیدا میشه و میفهمیم که این برد الان به مشکل برخورده. خب میبینیم که اینجا بخش AOI هست، میایم قطعات دونه به دونه چک میکنه، دستگاه خودش چک میکنه که آیا به درستی قرار گرفته روی برد یا نه. اگر درست قرار نگرفته باشه علامت گذاری میشه و دوباره چک میشه برد.